بعد خط افقیمون میشه 20 الی 30 سانت. این خط عمودیمون میشه 30 الی 40 سانت. این دو تایی که رسم کردیم، حالا از این نقطه به اندازه گشادی یقه پشت به سمت جلو میایم، مثلا میشه اینجا 2 سانت میریم پایین، میشه اینجا. از این نقطه هلال یقمون رو رسم میکنیم. بعد 3 سانت میایم جلو، از این 3 سانت یه پنس رسم میکنیم، یه پنس 3 سانتی اینجا رسم میکنیم. بعد حالا از این 3 سانت به اندازه گشادی یا هلال یقه جلو به سمت چپ میام، 3 سانت میریم پایین و از این 3 سانت هلال یقمون رو رسم میکنیم. بعد اینکه هلال یقمون رو رسم کردیم، به بالا یه خط میکشیم که این خط افقی بالا رو قطع کنیم. حالا میان این قسمت یقه که زاویه است و به این شکل وسطش رو علامت میزنیم، وسط این خط هم علامت میزنیم، به همدیگه هلالش میکنیم. از این قسمت هم 1 سانت میایم پایین و به وسط یقه وصلش میکنیم. اینجا میشه جلوی کلاه، این قسمت میشه بالای کلاه، این هم که پشت سره. الان شما میتونید این کلاه رو 2 تیکه بدوزید، ولی معمولا کلاه ها 3 تیکه است. واسه همین میایم، یعنی 3 تیکه برای کاپشن و سویشر قشنگ‌تر میشه. میایم از این خط صورتی 5 سانت 5 سانت جدا میکنیم. همیشگی ادامهش میدیم تا پایین. این نقطه ها رو به هم وصل میکنیم. این قسمت کلاهمون دورریز میشه و اصل کلاهمون میشه این کار. بعدن یه مستطیل در میاریم برای یه قسمت وسطی، برش وسطی کلاه به این شکل. طول مستطیلمون میشه طول این خط سبزه، من میذارم آ تا ب. عرض مستطیلمون هم میشه 10 سانت. بعدم که دور تا دورش 1 سانت جا دوخت و بعد بزنیم. برای اینکه کلاهتون قشنگتر بشه و جلو چشم نیاد، میتونیم از این نقطه آ، اینجا رو میذارم دی، وسطش رو پیدا کنیم، 1.5 الی 2 سانت بریم داخل و این شکلی هلالش کنیم. همینطور اگه مثل هودیا سویشرتا جلوش بخواد یه 2 سانت روی هم بیاد، ما هلال یقه جلو رو به علاوه 2 سانت میکنیم که حالت ضربدری جلوی کلاه روی هم بیاد.